سرعت گوشید پایین آمده و گوشید کن کار میکنه. با چند تا ترفند ساده و کاربردی تو میتونی سرعت گوشید رو بالا ببری و گوشید مثل روز اول کار کنه. یا تا برات بگم. خب ابتدا ما رو وارد تنظیمات گوشی عنوان کن بشی. تنظیماتی که باز کردی میای پایین، گزینه های بیشتر روش کلیک میکنی. گزینه های بیشتر کلیک کردی، پنجره میکشی پایین، گزینه های توسعه دهنده روش کلیک میکنی. بعد اسکرول گوشی رو میای پایین تر، در این قسمتی مقیاس پنجره پایان نمایی را چیکار میکنیم؟ میاریم خاموش میکنیم و همچنین مقیاس پایان نمایی متحرک را هم خاموش میکنیم و مقیاس مدت پایان نمایی را هم خاموش میکنیم. حالا گوشی سرعت بالا شده و مثل روز اول کار میکنه. امیدوارم که ویدیو برات مفید تمام شده باشه. لایک و سابسکرایب یادت نره.